پنل فعلا همین براتون میذارم چون اولین ویدیو من. ببین چرا تت خورد، ببین نه خدای ببین خدا. سلام دوستان، من اسی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال سی گیم. آقا من توی این کانال براتون آموزشی هر چی که دلتون میخواد براتون میذارم. آقا امروز یه آموزش خیلی خفن براتون میذارم. امروز میخوام همونجوری که از تاملین ویدیو دیدید، امروز میخوام یه پنل براتون خاص کنم. یه پنلی که قیمتش 150,000، چون فعلا یه پنل چرتی، حالا یعنی زیاد اوکی نیست، اما همینم واسه اونایی که نمیتونن هد بزنن خیلی خوبه. آقا بعد که من به 1000 ساب رسیدم، بعد بهتون یه پنل خیلی خوبی رو خرید میکنم. آقا فعلا پنل امروزمون همینه و برای دانلود این پنل میتونید از تو تلگرام که آیدی تلگرام تو کامنت ها براتون گذاشتم میتونید برید. و دوستان اینو بهتون بگم، آقا سریع اول برید تو مپ اینجا استارت کنید. حالا ببین الان ببینید چی روشن نیست، درصداش چی روشن نیست. آقا ببین بدون پنل ما میتونیم چجوری هد بزنیم، بازی من خیلی خوب نیست، بعد اکانت هم خیلی ضعیفه. آقا حالا ببین واسه جلیلی، آقا ببین سریع چند تا گام برمیداریم. آقا یو ام پی، اصلا یو ام پی برنمیداره، میگه یو ام پی گان هدیه. آقا اینو برمیداریم و گان دومی حالا چی باشه شادگان. آقا همینو برمیداریم. آقا ببین چون فکر کنم لگ داره اما مهم نیست. آقا ببین الان من بدون پنل میزنم. حال کردیم اون اولی شت خورد، نمیدونم خوب خورد. حالا ببینید خب از بازی خودمه که این همه 4 سال دارم بازی میکنم. با دیزرت میزنی اولی هد خورد. این از این بازی خودم، اما بازم درست هد نمیخوره. با این پنلی که بهتون معرفی میکنم، نه که 100% همه تیراتون هده، اما از اون نوری در میاد نیست بیشتر تیراتون هده. حالا اینو دید، حالا میخوایم پنل رو روشن کنیم. همین تیکارش رو فعال میکنیم و اول میزنیم به 50%. اینو 50% کنیم. حالا میزنیم بله به همین قشنگی. به نازن نه خوبه نه خودت تو خدایی ببینی. فعلا درصدش رو 50% کردم، اینجوری داره هد میده. گوشی من لگ زیاد داره، یعنی من که گوشی همه لگ داره اینجوری وانشات براتون میذارم. بحث رو کنیم سریع بریم درصدش آخر کنیم ببینیم حالا دیگه چجوری. دوستان حتما یادم حتما منو ساب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیسی فارسی هر چی که دوست دارید برام بذارید و دیگه حمایت هم کنید که یک پنل خیلی خفن براتون بذارم. فعلا همین. ببین خدایی ببین دوستان حتما کانال من حمایت کنید. ببخشید که نمیتونم اینجا برم تست کنم چون گوشیمون لگه خیلی زیادی داره، کیفیتش هم بهترین گذاشتن نمیشه. بعد ویدیو بعدی اوکیش میکنم چون دیگه خیلی ویدیو گذاشتم دیگه، حذف کردم تا بهتر ویدیو همین در اومد. ببین و حتما منو حمایت کنید و برای آموزشی که چجوری این پنل رو استخراج کنید و نصبش کنید تو هم کانال تلگرام هم براتون گذاشتم. حتما چنل من رو ساب کنید، لایک کنید تا یه ویدیو دیگه و یه ویدیو خیلی خفن دیگه. بدرود دوستان.